این داستان مال خودم نیست، بلکه مال پدر بزرگمه. این اتفاق توی مکزیک افتاده، اونم حدود 5 سال پیش، یعنی اوایل جوونی بابا بزرگم. از زبون خودش میگم. یه روز تصمیم گرفتم که تنهایی برم سینما. رسیدم به سینما، بلیط خریدم و روی صندلیم نشستم. موقعی که داشتم فیلمو میدیدم همینجوری تصمیم گرفتم برم دور و برمو نگاه کنم. اونجا بود که فهمیدم یه دختر خوشگل نزدیکم نشسته. بعد از اون یه لحظه به هم نگاه کردیم و بعد دیدم که اون داره میاد بشینه کنار من. دستمو گرفتیم و فضای خلوت و تاریک سینما ما رو حسابی جوگیر کرد و شروع کردیم به بوسیدن هم. موقع کار متوجه شدم که بدن دختره به طرز غیر عادی سرده. مثل یه جنتلمن کت خودمو درآوردم و بهش دادم و چیزی نگذشت که فیلم تموم شد. میخواستیم با هم پیاده بریم باری که اون اطراف بود، ولی دختره قبلش بهم گفتش که باید بره دستشویی. بهم گفت بیرون منتظرم باش. بعد کتمو بهم برگردوند و یه حلقه بهم داد و بعدم بهم گفتش که اون یه بیخانمانه. من یکم جا خوردم، ولی خب برام مهم نبود. تصمیم گرفتم که بیرون دستشویی منتظرش بمونم. 5 دقیقه گذشت و اون هنوز از دستشویی نیومده بود بیرون. همونجور میدیدم که همه زنا دارن از دستشویی میان بیرون، ولی اون نمیاد. و بعد از 10 دقیقه اون هنوز اون تو بود. رفتم پیش مدیر اونجا و پرسیدم که همچین دختری و اینجا ندیدین؟ و اونم بهم گفتش که اصلا کسی مثل اونو ندیده. ولی بعد از این صحبت من بهش اصرار کردم که بره دستشویی رو چک کنه. و اونم این کارو کرد و وقتی که چک کرد گفتش که دختری با این مشخصات اونجا وجود نداره. دیگه میخواستم بیخیال گشتنش بشم که یهو یادم افتاد وقتی داشتیم توی سینما با هم حرف میزدیم بهم گفتش که توی همون باری که میخواستیم بریم اونجا کار میکنه. بنابراین تصمیم گرفتم که برم سمت بار. رفتم اونجا، یه سیگار کشیدم و دور و برمو نگاه کردم. از بارتندر راجع به دختر پرسیدم و اونم بهم گفتش که هیچ دختری با این نشونی‌ها اینجا کار نمیکنه و گفت میره از رئیسش بپرسه. بعد از چند دقیقه رئیس اونجا اومد پیشم و پرسیدش که دنبال کی میگردی؟ من دوباره اون دختر رو توصیف کردم و ناگهان قیافه رئیس تغییر کرد. به شدت وحشت زده شده بود. یه جوری نگاه میکرد که انگار دیوونم. بعد حلقه‌ای که دختر بهم داده بود و بهش نشون دادم و اونجا بودش که رئیس بار شوکه شد. بهم گفتش که امکان نداره حقیقت داشته باشه. گفتم که منظور چیه؟ و اون جواب داد اون دختر حدود 1 سال پیش اینجا به قتل رسیده. حسابی شوکه شده بودم و از بار اومدم بیرون و برگشتم خونه. این حادثه هرگز از ذهنم پاک نشده و هنوزم گاهی بهش فکر میکنم. میگم بعضی وقتا شاید رئیس بار اون دختر با یکی دیگه اشتباه گرفته، ولی بعد به یاد اون حلقه‌ای که به رئیس نشونش دادم میافتم و میفهمم امکان نداره دختر دیگه‌ای بوده باشه. نمیدونم روح بوده یا جن، شاید یه همزاد بوده. فقط میدونم دختری که اون شب دیدم آدمی زاد نبوده، مخصوصا این که بدنشم به طرز غیر عادی اون شب سرد بود. هنوزم به اتفاقات اون شب فکر میکنم.